السلام على المهدي السلام على المهدي السلام على المهدي السلام على المهدي. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عید میلاد با سعادت ولی نعمتمان، حجت الهی، امید مستضعفان عالم را برای همه مؤمنین مسلمین جهان تبریک و تهنیت عرض می‌داریم. دل بسی تنگ شده، یک نظری کن به دلم، زندگی سخت شده، جلا بده روح و تنم. موعود بیا موعود بیا، رخصت میگیرم. اینجا چهارمین نمایشگاه روایی و تجسمی پناه عالم است که در مدرسه علمی سلطانیه در شهر مزار شریف برگزار گردید. این نمایشگاه به مدت 4 روز از روز پنجشنبه 25 دلو 1403 هجری شمسی افتتاح شده و به مدت 4 روز تا روز یکشنبه 28 دلو برگزار خواهد بود. پرچم مهدی زمان بر خانه ها ویخته ایم، مردم افغانستان تا پای جان با قرآن. این نمایشگاه در 2 بخش جداگانه برگزار شد. این نمایشگاه با همکاری خواهران و برادران بیش از 50 نفر خواهر و برادری که شبانه روزی زحمت کشیدند در طول 2 هفته و همکاری کردند که مطالب تحقیقی، روایی و آیات قرآن، تفاسیر و روایت‌های برادران اهل سنت و اهل تشیع را جمع آوری کردند و سلسله وار این مطالب را کنار همدیگر گذاشتند تا که این نمایشگاه به اکمال برسد. السلام علی المهدی السلام علی المهدی السلام علی المهدی. این نمایشگاه در 2 بخش جداگانه که یک بخشش در قسمت روایی و تجسمی 7 غرفه پی در پی درست شده. امید دیدنت مرا صبور میکنه، یک جمعه مهدی ظهور میکنه، او ظهور میکنه، او ظهور میکنه. عهد میکنیم من و خواهر، من و برادر، مادر. بخش دیگرش در قسمت پرسش و پاسخ، در قسمت بخش فرهنگی که دوستان و بزرگواران نصب کردند، کارهای فرهنگی داشتن، ثبت نام و خاطر کلاس های معارف دینی بوده و توزیع و نشر بروشور هایی بوده که برای دوستان، کارت های تبریکی، غرفه پذیرایی داشتیم و غرفه‌ای که الان الحمدلله در او حضور داره و غرفه هنر مهدوی زحمت کشیدن و در مسیر معرفی امام زمان از هنرشان استفاده کردن. السلام علی المهدی السلام علی المهدی السلام علی المهدی السلام علی المهدی. غرفه‌های نوجوان مهدوی و غرفه‌های کودکان مهدوی ابتدایی بخش دوم باشه کار گذاشته شده. مربیانی که زحمت کشیدن، کار کردن تا اینکه بتانن معارف دین و به شکل‌های مختلف
و در خور فهم این عزیزانمان در این دو غرفه کودکان مهدری و نوجوان مهدری کار کنیم. السلام علی المهدی، السلام علی المهدی. سپاس و قدردانی و تشکر فراوان از مسئولین محترم برگزاری نمایشگاه در پناه عالم که واقعا کار بسیار بسیار ارزنده و فوق‌العاده انجام دادن. خود طبیبم کجاستی کجاستی. از جمله کارهایی که میشه انجام داد در قالب کودکان، در قالب نوجوانان و عموم مردم و میان سالان، تأثیرات هر کدوم هر کسی برداشت خاص خودشون نسبت به این نمایشگاه داشته و خواهد داشت. مثلا کودکان میان یک برداشت خاصی خودشون میکنن از این نمایشگاه، نوجوانان همینطور، اونایی که اهل علمن، اساتید دانشگاه هستن، از مدارس تشریف میارن، حوزات علمیه میآین، همه اینها در واقع در سطح خودشون از نمایشگاه برداشت میکنن. لشکر لشکر آماده‌ایم، بر سر عهد ایستاده‌ایم. قطعا نمایشگاه های روایی تجسمی در پناه عالم فوق‌العاده است. این کار خیلی ارزنده است و برداشتایی که بسیار بسیار ارزشمنده و برای نسل بعدی خیلی مفید خواهد بود. برای قشر دانش آموز خیلی مفید هست، مخصوصا مردم ما که سواد اونچنانی ندارن خیلیاشون و در واقع علمشون و دانششون نسبت به امام خیلی پایینه و این نمایشگاه روایی تجسمی بسیار کار خوبیه. یعنی قطعا وقتی اینجا حضور پیدا میکنه حال دیگری بهشون دست خواهند داد. توضیحات مفیدی که میدن از شناخت امام، از معرفت امام تا جایی که وظایف غیبت در حالی که امام غایب هست چه وظایفی منتظران باید داشته باشن، کاتبین یا مراجعین از اینها نتیجه میگیرن که برای امام زمان چیکار باید بکنه، اگر پدر باید چیکار بکنه، اگر مادر باید چه وظیفه نسبت به فرزندان خودش حداقل نسبت به جامعه انجام بده. من اینجا دیدم الحمدلله جوانا بسیار پرتلاشن، مخصوصا راویان، کسایی که اینجا زحمت کشیدن که مردم واقعا مشتاق کار هستن و شدیداً دوست دارن و رغبت دارن، عاشقن، واقعا مشتاق شدیدن میخوان این چیزا رو ببینن. ما بسیار خوشحال هستیم که نمایشگاه امروزی روایی و تجسمی پناه عالم ساخته شده. این نمایشگاه در حقیقت نمایش تعهدات تمامی کسایی که در حال حاضر زندگی میکنن و تعهداتشان نسبت به امام زبانشان هست توسط روایتگرها و همچنان غرفه های مختلف به نمایش گذاشته شده و همچنان توسط اساتید نکات مهم هر غرفه بیان میشه. عهد میکنیم لشکر لشکر آماده. چیزی که به ما بسیار مهم بود در این غرفه هایی است که تعهدات انفرادی یا هر فرد را نسبت به امام زمانشان در این غرفه ها بیان میشه و من فکر میکنم یکی از نکات مهم برای هر شخصی است که ما به عنوان یک شخص در هر شغلی که هستیم، در هر موقفی که هستیم، یک سلسله تعهدات نسبت به امام زمان خود داریم و این تعهدات میتونه که ما را نسبت به دین، نسبت به زندگی، نسبت به امام زمان ما، آن چیزی که باعث پیشرفت شخصی و پیشرفت دین ما هست برسانه. السلام علی المهدی، السلام علی المهدی، السلام علی المهدی، السلام علی المهدی، السلام علی المهدی.
از نظر یک فیلم در نمایشگاه پناه عالم در 4 سال خود یک نمایشگاه معرفتی، یک نمایشگاه اعتقادی، یک نمایشگاه هنری و یک نمایشگاه بسیار جذاب و دیدنی و جاذبه هست. پیش دل مریضم کجاستی تو دوای دردی و خود طبیعتاً هرچی پیوند ما با مهدویت ارزشمندتر باشد، آگاهانه تر باشد، هنرمندانه تر باشد، در فکر ما و ذکر ما و به اصطلاح ذهن و ضمیر ما تأثیر میگذاره. وقتی کسی بیاید و امام زمان را با مجموعی از معارفی که اینجا چیده شده و تصویرهای زیبایی که اینجا چیده شده یک تصویر نسبتاً روشن‌تر و جذاب‌تر و جامع‌تر در ذهن او شکل میگیرن که بعداً میتونه با استفاده از این تصویرها مسیر امام‌شناسی خود رو بیشتر رویشکار بکنه. هدایتی لشکر آماده‌ای. فقط شناخت امام کافی نیست. ما در بحث امامت رو جزء اصول دین خود میدانیم و در اصول دین علاوه بر شناخت بحث باور خیلی مهمه. اول خدا رو باید بشناسیم، بعد خدا رو باید باور کنیم، بهش ایمان داشته باشیم. پیامبران را بشناسیم، بعد با اینا باور بکنیم، بهش ایمان داشته باشیم. امام هم همین. اول باید امام را بشناسیم با هر شیوه های مختلف، چون دانش وقتی تبدیل به باور شد اون وقت تأثیر میگذاره روی نگاه انسان، تأثیر میگذاره روی به اصطلاح رفتار انسان، تأثیر میگذاره روی به اصطلاح تفسیر انسان از زندگی. تا دانش تبدیل به باور نشود تأثیرات چنانه هم نداره. این نمایشگاه یکی از اهداف ارزشمندش همین تقویت شناختی ابعاد مهدویت هست در قالب‌های مختلف و گزینه‌های مختلف. المهدی السلام علی المهدی السلام علی المهدی السلام علی المهدی. ما تشکر و سپاسگزاری میکنیم از همه بانی ها، از همه خیرین و بزرگوارانی که همراهی کردند، از اساتید و مدیریت مدرسه علمی سلطانیه، از مسئولین ستاد مرکزی برگزاری نماز جمعه مدرسه علمی سلطانیه و از همه عزیزان بزرگوارانی که به نحوی حامی و یار ما بودن، از همه دوستانی که زحمت کشتن شبانه روزی. خداوند متعال اجر دنیا و آخرت برای همه عنایت بفرماید. اللهم عجل ولیک فرج. عهد میکنیم من و خواهر، من و برادر، ما در این خانه برایت لشکر. عهد میکنیم، عهد میکنیم، عهد میکنیم. لشکر لشکر آماده ایم، بر سر عهد ایستاده ایم.